خانجایی بالاخره گوشیتو فارسی کردی؟ نه نبردم فارسیش کنم چون باید اول روت بشه. خب بده یکی ببره که روش بشه. بعد تو که اینقدر کمرو نبودی بابا. کمرو چی آقا جون؟ میگم باید روت بشه. روز بشه؟ خسرو تو هم میخوای دلیل برای تنبلی بیاری، لااقل پرت و پلا نگو. مگه الان نصف شبه؟ ای داد بیداد، قبلا گوشاش اینقدر سنگین نبود. آقا جون مگه قرار نبود بری سمک بخری؟ سمک بخرم؟ رفتم بابا. پستی شو. والا فروشندهش گفت سمک از 10,000 تومانی داریم تا 10 میلیون تومانی. گفتم 10,000 تومانیش چطور کار میکنه؟ فروشنده گفت اصلا کار نمیکنه، فقط مردم با دیدنش بلندتر حرف میزنن. هیچی دیگه. منم گفتم چرا پول بدم، به خسرو میگم بلندتر صحبت کنه. پس فقط مشکل منم. معلومه بابا، تو خوشگل نباشی کی خوشگل باشه؟ فقط به با چشت نزنه. ای داده بیداد، کامبی زودتر خبرترین رو بخون که کار داره به جاهای باریک میکشه. الان میخونم خانجایی. مضحک‌ترین حمایت از مصرف کننده. رسانه ها نوشتن قیمت ماکارونی با مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان 43% گران شد. من که عاشق شیوه حمایتشونم. لابستما با گرونی حمایتمون میکنن. دایی کامبیز، فقط اسم سازمانشون با کارش جور در نمیاد. اگه اسمش بذاره سازمان جنایت به مصرف کنندگان، بیشتر برازندشه. کی نوازندشه؟ ای بابا، عظمای ولایت. عجب جونبریه، هم از توبره میخوره هم از آخر. پس منظورش از سال جهش قیمت ها بوده. جالبه که حقوق کارگرا رو 21% اضافه کردن ولی قیمت ها رو 43 و 50% بالا کشیدن. فکر کنم دولت منبع درآمدش رو پیدا کرده، قشنگ داره حقوق میگیره از مردم. دایی تازه این کادوی اولین روز مجلس 11مشونه. اینشالله به حق پنجتن این مجلس ختم نظامشون میشه. آشا کی شور میشه؟ آش کجا بود آقا جون؟ الان دیگه ماکارونی هم به جرگه غذاهای لاکچری پیوست. بریم ببینی واسه شام چه خاکی تو سرمون باید بکنیم. بریم خانجایی.